با سلام به شما عزیزان، من دکتر محمود افتخارزاده هستم، متخصص قلب و عروق و فلوشیپ الکتروفیزیولوژی، آریتمیای قلبی و پیس میکر از کلینیک آریتمی توانید. ما در کلینیکمون در خدمت بیماران قلبی بخصوص در مورد بیمارانی که دچار آریتمی هستند میباشیم. یکی از سوالاتی که مکرر از ما سوال میشه اینه که سکته قلبی چی هست و تفاوتش با ایست قلبی یا گاهی حتی در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم حمله قلبی چی هست. ببینید، ایست قلبی به هر دلیلی ممکنه که رخ بده. یکیش سکته قلبی وقتی هست که قلب فعالیت الکتریکیش رو از دست میده، به دنبال این از دست دادن فعالیت الکتریکی فعالیت مکانیکی قلب هم از بین میره و دیگه قلب نمیتونه خون رو پمپاژ کنه، در چه خون به مغز نمیرسه، هوشیاری از دست میره و اگه طول بکشه نهایتا منجر به مرگ مغزی خواهد شد. خب این که تکلیفش روشن. اما سکته، هر ایست قلبی سکته قلبی نیست و هر سکته قلبی هم لزوماً با ایست قلبی همراه نیست. سکته قلبی چی هست؟ سکته قلبی معناش این هست که شما یک تنگی در رگ‌های قلبتون دارید. این تنگی رو شما ممکنه ازش اطلاع داشته باشید یا نداشته باشید. ممکنه حتی تنگی خفیف باشه که هیچ علائمی رو تا الان برای شما ایجاد نکرده باشه و همونجوری که در این تصویر می‌بینید این تنگی ها به دلیل رسوب چربی در بین لایه داخلی و لایه میانی جدار عروق کرونر که عروق مغذی قلب هستند رخ میده. حالا این تنگی ممکنه 20% باشه، 30% باشه یا حتی شدید باشه، بیشتر باشه. هر موقع که این پلاکی که ایجاد شده، این تجمع چربی که ایجاد شده، این توسط یک لایه داخلی در واقع که ما بهش میگیم اندوتلیوم در پوشیده شده و بنابراین روش لخته سوار نمیشه. اگر این دچار راپچر بشه، دچار پارگی بشه و این لایه نازکی که روی پلاک چربی وجود داره آسیب ببینه، این منجر خواهد شد که سیستم انعقادی تحریک بشه و در این ناحیه لخته تشکیل بشه. این لخته منجر به انسداد کامل این رگ خواهد شد. اگر انسداد کامل به خصوص رخ بده، منجر به انسداد کامل بشه، خون به یک قسمت از قلب نخواهد رسید. در نتیجه اون قسمت از قلب خون بهش نمیرسه و به طور ناگهانی هم این قطع خون رخ داده، بنابراین رگ‌های در واقع فرعی ایجاد نشدن. اون قسمت از قلب دچار مرگ سلولی خواهد شد. سلول‌های عضله قلب در اون قسمت از بین خواهند رفت. این میشه سکته قلبی. حالا چه علائمی داره؟ اولین علامتش و مهمترین علامت سکته قلبی درد هست. دردی که معمولا در وسط قفسه سینه احساس میشه ولی میتونه در نواحی مجاور هم باشه. این درد ممکنه در قسمت بالای شکم باشه، ممکنه در بازوها رخ بده، ممکنه در گردن باشه، در فک پایین باشه و حتی به گوشها در واقع انتشار پیدا بکنه. ولی مهمترین ناحیه وسط قفسه سینه است. بنابراین اگر دردی در وسط قفسه سینه رخ بده، این احتمال اینکه سکته قلبی باشه و منشأ قلبی داشته باشه وجود داره، بخصوص اگر این درد پخش بشه در سایر نواحی، ولی میتونه در این نواحی دیگه‌ای که ذکر کردم هم وجود داشته باشه. چه تفاوتی بین آنژین صدری و سکته قلبی وجود داره؟ این سوالیه که ممکنه باز در اینجا مطرح شه. آنژین صدری موقعی هست که به دلیل نرسیدن خون درد ایجاد میشه ولی رگ کامل بسته نشده. در نتیجه جریان خون دوباره که برقرار میشه، درد از بین میره. مثلا فرد فعالیتی رو انجام میده، از پله میره بالا، حرکت میکنه، درد در قفسه سینه ایجاد میشه. استراحت که میکنه، بعد از چند دقیقه درد قطع میشه. این میشه آنژین صدری. ولی در سکته قلبی چون کامل رگ بسته شده، این درد ادامه داره و درد وقتی ادامه پیدا کرد، قضیه در واقع سکته قلبی مطرح هست. حالا چی کار باید کرد؟ این اتفاق که افتاد
بیمار باید چیکار بکنه؟ بلافاصله اگر درد طولانی در قفسه سینه وجود داشته باشه، بخصوص اگر این درد با علائمی مثل تعریق همراه باشه، احساس بدی حال وجود داشته باشه، فرد احساس کنه مثلا سرگیجه داره یا تنگی نفس همراهش هست، اینها علائم در واقع همراهی درد هستند. حالا در بعضی از موارد حتی ممکن درد وجود داشته باشه و فقط این علائم همراهی وجود داشته باشه، فقط تنگی نفس پیدا کنه و تعریق، اینم ممکنه علامت سکته قلبی باشه. در این گونه موارد کاری که باید فرد بکنه اینه که بلافاصله هر جا هست استراحت بکنه و بلافاصله به اورژانس اطلاع بدن. ماشینای اورژانس امروز در شهرهای بزرگ ایران همشون و حتی در جاهای دیگه اینها امکانات کافی رو دارن، بلافاصله حاضر میشن، همونجا نوار قلبی میگیرن. نوار قلبی رو معمولا از طریق سیستم‌های اینترنتی منتقل میکنن به پزشک اورژانس و اگر سکته قلبی باشه بلافاصله فرد رو منتقل میکنن به مرکزی که در اون مرکز امکان باز کردن این رگ وجود داره. اگر این رگی که سکته قلبی روش اتفاق افتاده در عرض ساعات اولیه و هر چه زودتر بهتر البته این رگ باز بشه، سکته قلبی اتفاق نمیفته یا این که سکته خیلی کوچیک میشه، یعنی اون وسعت و شدت سکته قلبی رو کاهش میده. پس بنابراین اولین قدم این هست. بخصوص اگر فردی درد قفسه سینه گرفت و زیر زبونی گذاشت دردش خوب نشد، دیگه نباید صبر کنه. بلافاصله این که یکی دیگه بذارم، 3 تا بذارم، چند تا بذارم، صبر کنم شاید خوب شدم، این میتونه خطرناک باشه. اگر دردی بیشتر از در واقع 10 دقیقه تا 1 ربع طول کشید، بخصوص به زیر زبونی جواب نداد، این حتما باید اطلاع بدید اورژانس بیاد، یا اگه خودتون خیلی نزدیک هستید به اورژانس و امکانش وجود داره و فکر میکنید خودتون زودتر میتونید خودتون رو به بیمارستان برسونید، به بیمارستان، به اورژانس بیمارستان بلافاصله مراجعه بشه. البته باز تاکید میکنم اولویت با این هست که ماشینای اورژانس بیاد، آمبولانس اورژانس بیاد و شما رو منتقل بکنه. پس بنابراین تفاوت سکته قلبی و ایست قلبی و آنژین صدری رو من در این صحبتم گفتم. این که حالا چجوری چیکار بکنیم که سکته قلبی رخ نده. پیشگیری از سکته قلبی در واقع پیشگیری از بیماری عروق قلب است. اگر شما بیماری عروق قلب نداشته باشید، احتمال اینکه سکته قلبی بکنید تقریبا نزدیک به 0 هست. پس بنابراین پیشگیری از بیماری عروق قلب، بیماری عروق کرونر که همون چیزی که میدونید، کنترل فشار خون، کنترل چربی‌های خون، رژیم غذایی مناسب، ورزش که خب ما امروزه تاکید میکنیم که در واقع مثلا 3 روز در هفته حداقل 40 دقیقه تا 45 دقیقه، یعنی در طول هفته حدود 120 تا 140 دقیقه باید فرد ورزش بکنه. اینها رو اگر رعایت بکنه، نکشیدن سیگار، کاهش استرس، همه اینها تاثیر داره که بیماری عروق قلب ایجاد نشه. و اگر بیماری عروق قلب ایجاد شد، تشخیص به موقعش، مراجعه به پزشک و درمان‌هایی که انجام میشه خیلی کمک کننده خواهد بود. امروزه با درمان‌های دارویی و همچنین درمان‌های غیر دارویی ما میتونیم جلو سکته‌های قلبی رو بگیریم یا حداقل شیوع سکته‌های قلبی رو بسیار کم بکنیم. مثلا بیماری که تنگی عروق داره، اینها اگر قرص‌های چربیش رو بخوره، چربی رو به یک حد بسیار پایینی بیاریم، میتونیم جلو پیشرفت تنگی رگ و اون عوارض رو بگیریم. در مواردی که تنگی عروق وجود داره، پزشک ممکنه به شما داروهای ضد پلاکتی مثل آسپرین بده برای جلوگیری از سکته قلبی و خب یه سری مسائل دیگه که من الان به اونها نمیپردازم. سوال دیگه ای که در این مورد شده، این عوارض سکته قلبی چی است؟ اگر سکته قلبی اتفاق بیفته، 2 تا عارضه در واقع مهم رو میتونه ایجاد بکنه. یک عارضه مکانیکال هست، یعنی اینکه اون قسمتی که سکته کرده خوب انقباض نخواهد داشت و اون قسمتی که سکته کرده جدار قلب نازک میشه و این نازکی ممکنه گاهی منجر بشه که اون قسمت در واقع برآمدگی به بیرون پیدا بکنه که ما بهش میگیم آنوریسم بطنی، یعنی یه حالت کیسه‌ای که نه انقباض داره و به قسمت بیرونی، یعنی
خارج از قلب در واقع اومده و شکل قلب رو تغییر میده. سکته قلبی اگه بزرگ باشه میتونه در دراز مدت باعث بزرگ شدن قلب و نارسایی قلبی باشه. قبلا در صحبت‌هایی که من کردم راجع به عددی به اسم اجکشن فرکشن یا کسر جهشی صحبت کرده بودم. کسر جهشی اینه که در هر انقباض قلبی چند درصد از خون داخل قلب از داخل قلب بطن خارج میشه. بطن چپ شما وقتی منقبض میشه در یک فرد نرمال بین 55 تا 70 درصد خون داخل قلب باید با هر انقباض از قلب خارج بشه. اگر این رقم کاهش پیدا بکنه میتونه منجر به این بشه که قلب خوب کار نکنه. به این 55 تا 70 درصد ما میگیم کسر جهشی. نرمالش بین 55 تا 70 درصده. در مریضایی که سکته قلبی میکنن این مقدار کاهش پیدا میکنه و بخصوص اگر این رقم به زیر 40 درصد برسه میتونه منجر به نارسایی قلبی بشه. پس بنابراین عوارض مکانیکی داره که این چند موردی که گفتم عمده‌اش بود. عارضه در واقع الکتریکی هم میتونه ایجاد بکنه. به این صورت است که اون قسمتی از قلب که عضلش از بین رفته در مرز بین ناحیه‌ای که سلول ها به طور کامل از بین رفتن و قسمتی که قلب کاملا سالم هست ما یک نسج بینابینی داریم. این نسج بینابینی مخلوطی از سلول های عضلانی مرده و زنده است و این مخلوط شدن سلول های عضلانی مرده و زنده باعث میشه که جریان های الکتریکی در اون قسمت مسیرهای غیر طبیعی ایجاد بشه و منجر به آریتمی های قلبی بشه که این آریتمی ها میتونن خطرناک باشن و منجر به ایست قلبی بشن. پس بنابراین یکی از عوارض در واقع سکته قلبی آریتمی های خطرناک قلبی است. این آریتمی ها دو مرحله مهم داره. یکی در مرحله حاد سکته قلبی هست که میتونه منجر به ایست قلبی بشه در همون 48 ساعت اولیه است. یک سری از آریتمی ها به صورت تأخیری به وجود میاد. یعنی ممکنه فردی امروز سکته قلبی بکنه ولی 10 سال دیگه اون نسج مرده شروع بکنه به ایجاد آریتمی و همین دلیل ما در بیمارانی که سکته قلبی میکنن بهشون توصیه میکنیم که بررسی‌های لازم انجام بشه و در یک گروه از اینها در وقتی ببینیم کسر جهشی خیلی کاهش پیدا کرده و به عددی مثلا زیر 35 درصد رسیده برای پیشگیری از ایست قلبی دستگاه‌های دفیبریلاتور کاشته میشه. در واقع به این میگیم پیشگیری اولیه. اگر فرد سکته قلبی آریتمی کرده باشه که آریتمی خطرناکی باشه بخصوص بعد از مرحله 48 ساعت اولیه بعد از مرحله حاد این فرد هم باز در معرض تکرار این آریتمی است و باز ممکنه به این دستگاه دفیبریلاتور نیاز داشته باشه. بنابراین یادمون باشه که فردی که سکته قلبی کرده یک بیماری عروق قلب داشته که سکته قلبی کرده، دو در معرض عوارض در واقع در مرحله حاد و همچنین عوارض دیررس هست. بنابراین این فرد نباید تماسش رو با پزشک متخصص قلبش از دست بده و باید به طور مرتب توسط پزشک متخصص قلبش ویزیت بشه و چکاپ های حالا بسته به نظر پزشک ممکنه که 6 ماه یک بار یا سالی یک بار بررسی های خاصی رو لازم باشه روی این فرد انجام بدن. من توصیه میکنم حتما اگر فردی در خانواده شما دچار سکته قلبی شده و سابقه از سکته قلبی داره این نکاتی رو من گفتم به خاطر بسپرید و حتما پیگیری کنید. خیلی ممنون از توجه.